12 قدم تا بهبودی. قدم اول، اعتراف کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجزیم و اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده است. قدم دوم، به مرور ایمان آوردیم که خداوند میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. قدم سوم، تصمیم گرفتیم اراده و زندگیمان را به خداوند بدان گونه که او را درک می‌کردیم بسپاریم. یک ترازنامه اخلاقی از خود تهیه کردیم. قدم پنجم، ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم. قدم ششم، ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص اخلاقی ما را برطرف کند. قدم هفتم، ما در نهایت فروتنی از پروردگار تقاضا کردیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند. ما فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم. قدم نهم، ما به طور مستقیم در هر کجا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند. قدم دهم، ما به تهیه ترازنامه اخلاقی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً به آن اقرار دهم. ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم. قدم 12، ما با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم‌ها کوشیدیم این پیام را به معتادان دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.